این آقایونی که الان میخوان نماینده مجلس بشن، تو توییتر، تو اینستاگرام، تو واتساپ، توی تلگرام، حق ندارید کوچکترین فعالیت تبلیغی بکنید. غلط میکنید. مگه شماها اینو فیلترش نکردید؟ مگه ساکت نشدید زندگی مردم رو نابود کردید؟ 20 سال زحمت کشیده فروشگاه اینترنتی درست کرده، با حماقت شما نابود کردید کاسبیشو. غلط میکنید اونجا تبلیغ کنید. اینا فیلتر، اینا ورود در برای شماهایی که این کارو کردی خلاف قانونه. کار ندارم خود رئیس جمهور تیکه آبی داره تو اینستاگرام. خجالت آوره واقعا. همینجوری که بهت ندادن مدارک فرستادی دیگه عاشق شش ابروت که نیستن. یعنی دنبالش بودی، دنبال تیکه آبی هستی در صفحه‌ای که خودت فیلترش کردی، 10 میلیون شغل ایرانی رو نابود کردی. و چرا جلوی این ظلما حرف نمیزنید؟ فقط تو غزه ظلم میشه؟ تو سیستان نمیشه؟ تو تهران نمیشه؟ تو قم نمیشه؟ تو ادارات نمیشه؟ تو اداره مالیات نمیشه؟ تو دولت نمیشه؟ تو وزارتخونه نمیشه؟ تو قوه قضاییه نمیشه؟ همه جا امن و امان است، فقط اونجا ظلمه. بعدم دینشون دین فحاشی، فحش ناموس و توهین به نوامیس، و بعد دین نفهمی، دین کر بودن، دین کور بودن. ملت ازتون رد شدن رفتن. اصلا موضوعات شما دیگه واسه شون هیچی محل، نه محل دغدغه است، نه محل سوال، نه محل اشکال، هیچی. یعنی آرد و بیختن، الک و آویختن، تمام. بعد شما دنبال زیر بغل مار میگردین.